وظیفه کی است؟ وظیفه کی است؟ تو ریش سفید برازی هستی که تمام روز قصه بکنی؟ تو عالم و مولوی برازی هستی که تمام روز در مسائل اختلافی گپ بزنی؟ امروز تو را استعمار در کشورهای عربی استحمار میگن، یعنی مرکب و حیوان سازی. تلویزیونش اولاد تو را مشغول ساختن به کارهای زشت، به خواندنا، و تو ریش سفید تلویزیون خریدی و تو پدر تلویزیون پیشروی از ماندی، و وقتی که خبرها میاد قانون ساخته میشه ضد قانون الله ساکت هستی که ساکت عن الحق شیطان اخرس. عالمی که درباره قانونی که ضد قرآن از گپ نمیزنه شیطان گنگ است. تو عالم باید گپ بزنی، تو عالم باید صدایت بلند کنی، تو عالم باید تیغ بزنی، تو ریش سفید باید حرکت کنی، تو جوان باید حرکت کنی و با صدای بلند بگویی که مرگ به امریکا، مرگ به اسرائیل، مرگ به ناتو، مرگ به طرفدارای امریکا، مرگ به کسایی که تو قانونا را میسازن، مرگ به او عضو پارلمانی که از این قانون دفاع میکنه، مرگ به او عالمی که با لنگی پیغمبری از قانون کفر دفاع میکنه. فالحب بسماته كفجر واعدي هبني فؤادك كي أعيش بنبضه قلبا في جسد وحس واحد.